якум بفرمایید. савол ҳамин ки дар вақти умра, дар вақти ҳолати эҳром дастро бо ҳамун кӯпук, шампун, чӣ мегӯянд, собун шуста буданд. اگر ندانسته باشد باکی ندارد. مسئله صابون و شامپون، مسئله صابون و شامپون 100% محظورات احرام نیست. فقط ما نمیدونیم که اون کدام نوعی صابون است. آیا در ترکیبش аммо дар طیب масҷид بود یا ها؟ аммо дар масҷидҳо ҳаст ку дар ҳоҷатхонаҳошан аммо فهمیدم. برای همین وقتی که صابون و شامپون ها بوی خوب دارد، ما نمیدانیم که اون بوی خوب اصلی مادهش طیب است، یعنی عطر و خوشبویی هست یا دیگر چیز است. حالا علما رحمت الله علیهم حتی درختانی اون خوشبویی ها رو جدا کرده هستند. اگر از فلان نوعی درخت باشد محظورات احرام است، از فلان نوعی درخت باشد محظورات احرام نیست گفته جدا کردگی هستند. و بنابراین صابون و شامپون ها احتمال است که در داخلش طیب و خوشبویی داشته باشد. بنابراین خوب است که در اثنای احرام استفاده نبریتون. فقط در اثنای احرام، یعنی در تمام سفر حج و عمره نه. عمره باشد مثلا از همین لبیک عمرتان گفتن تا موی تراشتن. همین که موی که تراشتید رفته صابون و شامپون استفاده و همه کار دیگه حلال میشه.